رخصتنك مافی مروان گرتنا دو اندامین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لباجار سریکانیه لسر دسته چکدارین پیده پروتستو کر و داخوازا سربست بردانا بلز جوان رکر. داخوانیه که ده رخصتنا کردی یا مافی مروان لسوریه داد گرتنا هر دو اندامین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالحمید خلیل و عبدالمجید موسى سیدو جالیه چکدارین پیده و شرمزار کر. داد دبیجه د 23 هیویده دمجمر 11 صبحی دوریه که اسایشا پیده گوشدو اتومبیلان پیک دهات ایریشی مالا عبدالحمید خلیل اندام کمیتا حریمی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لباجار سریکانیه کر. گوان چکداران مطرسیه کمازن خسن ناوا مالباتا عبدالحمید یه تمن 45 سالی و هر دو زاروکنوی پشتره عبدالحمید گرتن و برن جهکی ندیار. رخصتنا داد دبیجه گو همان دوریه و به همان شیوی ایریشی مالا عبدالمجید موسى سیدو کرن و او گرتن سیدو تمن 55 سالیه و 7 زاروکن ویجی هنه. رخصتنا داد کریارین گرتن و بنچاف کرن در حق چالاگوانان جالیه پیده و شرمزار کر و گو اف کریار بن پی کرنن جیاسای ناو دولتی و مافی مروان و داخوازا سربست بردانا بلز جامو گرتین سیاسی و گرتین نرینه کر. هروها بردام بونا گرتنا هر دو اندامن پدکسی و کوماترسیه که سرجیانوان بناف کر و دیار کر گو اف بن پی کرنش بریار ناو دولتی و یاساین جیهانی و مروایتی. داویا داخوانیا خود داد بانگ لهمو آلین خوجهی و آلین برپرس به بروانی دبر مافی مروان جبو کار لسر دیار کرنا چارنویسا هادو گرتیان و سربست بردان وان به مرج کرن. گلگوری داخوانیا داد گرتنا وان اندامان بن پیک کرنه جهمو یاسا و ریکفتن خوجهی و حریمی و نافدولتی ین تایبت به مافی مروان. چکدارین پیده 2 دانه صبح هر یک جا عبدالحمید خلیل و عبدالمجید موسى هر دو اندامین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جمالوان رواندن و تانها چارنویسوان ندیاره.